ولی مردم اهل قبور، اونایی که در قبر هستن، تمنا میکردند که کاش الله تعالی برای ما همین قدر فرصت دهد که فقط به دنیا رفته 2 رکعت نماز خوانده بیام. همین قدر وقتیت شد. ولی مردم زندان هم بسیار همیشه تمنیات ها میکردن، اگر من آزاد شدم این کار رو میکنم، اگر من در آزادی میشدم فلان کار رو. هیچی نمیکنن اون کار را، فقط تمنا. وای اینم الله تعالی هم که ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اگر اونها به دنیا برگردانده شوند لعادوا لما نهوا عنه، اونم گشته با همون کارهایی که الله تعالی من کرده بودم کارهایی میکنن. حتی کافرها هم تمنا میکردن که الله ما به دنیا برگردان، ما رفته این دفعه دیگه خیلی کار میکنیم. لیکن الله تعالی میگه که ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اگر اونها به دنیا برگردانیده شوند دوباره، اونها با گشته همون کارهایشون رو میکنن.